به نام خداوند جان و خرد. سلام دوستان عزیز، امید دارم خوب و صحتمند باشین. هر آن جایی که هستین در خدمت شما هستم با آموزش 0 تا 100 برنامه ورد از بسته آفیس. قبل از اینکه شروع بکنیم درس اول را، روی ویدیو میتونین کلیک بکنین و ویدیو رو به شکل چپتروار با عناوینش براتون نوشته کردیم که همچنان در دسکریپشن این ویدیو میتونین که شما عناوین و چیزایی که امروز قرار است دربارهشان گپ بزنیم را بخوانید. من سعی میکنم تمام معلومات نیاز را که در برنامه ورد هست به شما آموزش بدم. پس با ما همراه باشین و درس ما را شروع میکنیم. بعد از اینکه شما از بسته آفیس نصب کردین برنامه ورد را، میتونین با فشار دادن دکمه ویندوز در روی لپتاپتان و بعد نوشتن کلمه ورد برنامه ورد را باز بکنین که یکی از ساده ترین راههایی است که شما میتونین برنامه ورد را در روی کامپیوتر یا لپتاپتان باز بکنین. و طریقه های دیگه هم هست که شما میتونین به برنامه ورد دسترسی پیدا بکنین که من تمام براتون در دسکریپشن می نویسم. حتما بخونین و کوشش کنین که از اونها هم استفاده بکنین. بعد از اینکه ما برنامه ورد را باز کردیم، به صفحه‌ای که شما نگاه میکنین اولین صفحه است که بر ما ظاهر میشه که این صفحه از دو بخش عمده تشکیل شده. یکی طرف چپ هست که به رنگ آبی است، شما میبینین خود نام خود برنامه ورد نوشته هست و بعدا ریسنت یعنی اخیراً اینجا بر شما سندهایی را نشان میده که شما اخیراً روی از اونها کار کردین و اونها را باز کردین. اسنادی که شما اخیراً اونها را ادیت کردین براتون اینجا میاره اسمشو که شما به طریق آسان میتونین که سریع اونا را باز بکنین. Open other documents در این بخش شما میتونین که دیگر اسناد را از روی کامپیوتر یا لپتاپتان باز بکنین که اگر روی از این کلیک بکنین شما را میبرن به براوز که شما میتونین تمام اسنادی که کار کردین را از اونجا باز بکنین. و قسمت بعدی که طرف راست است، شما قالب‌های آماده را میبینین که در دسترستان هسته که شما میتونین از این قالب های آماده استفاده بکنین که قابل یادآوری از دوستان عزیز. بعضی از این قالب ها به صورت آفلاین به دسترس شما هسته که شما میتونین از اینا استفاده بکنین و اگر شما میخواین تمپلیت ها یا قالب های بیشتر را استفاده بکنین و اکسپلور بکنین، پس شما در اینجا در کادر سرچ میتونین اینجا سرچ بکنین در کادر سرچ فور آنلاین تمپلیتس به خاطر دیگه قالب های آماده که میتونین از اونا استفاده بکنین. و اینجا شما میبینین بلک داکیومنت نوشته است، یک سند کاملا جدید و سفید را برای ما باز میکنه که شما میتونین خودتان یک سند جدید ایجاد بکنین و طراحیش بکنین و به خاطر از این شما میتونین از بلانک داکیومنت استفاده بکنین که ما هم فعلا روی از این کلیک میکنیم که بتونیم در روی یک سند جدید کار بکنیم. و تصویر بعدی که شما مشاهده میکنین بعد از اینکه روی بلانک داکیومنت کلیک میکنیم، صفحه که شما مشاهده میکنین صفحه خود ورد هسته که شما وقتی قرار است روی سندتون کار بکنین همیشه با این تصویر روبرو هستین که ما کوشش میکنیم این تصویر را امو چیزهای ابتداییش براتون معرفی بکنم دور و بر را که شما آشنایی داشته باشین و بعدا میریم طرف گزینه های بعدی. اولین بخشی که براتون میخوایم معرفی بکنم کویک اکسس تولبار هست. این بخش را به نام کویک اکسس تولبار یاد میکنن که از این قسمت پنجره برنامه ورد شما میتونین به دستوراتی که معمولا استفاده بیشتر داره به شکل سریع دسترسی پیدا بکنین، مانند گزینه ذخیره کردن سند. همچنان باید یادآوری بکنم دوستان عزیز که شما میتونین این دستورات را به سلیقه خودتان اضافه و یا حذف بکنین، دستکاری بکنین که از اینجا شما میتونین این دستکاری بکنین که تمام گزینه هایی که شما میبینید رو شما میتونین فعال و یا غیر فعال بکنین. مثلا گزینه سیو که ما سریعا میتونیم از این دکمه استفاده بکنیم، قسمی که از نامش هم پیداست کویک اکسس تولبار، یعنی سریع کار ما رو از اینجا انجام داده بتونیم. که دو گزینه دیگر هم فعلا اینجا وجود داره که اینها هم
فعال هستن که اندو و ریدو تایپینگ هسته که اگر شما یک عمل انجام میتین در روی سندتون میتونین که از این طریقه سریعا او کار را پاک بکنید و یا دوباره برگردانین که من یک لغت نوشته میکنم، مثلا کلمه ورد نوشته میکنم، ما یک اکشن یا عمل انجام دادیم که لغت را نوشته کردیم و این گزینه ها فعال میشه. اگر ما بخوایم سریعا بدون از اینکه از دکمه بک اسپیس استفاده بکنیم که یکی یکی این کلمه را حرفایش پاک بکنیم، پس بدون از اینکه از بک اسپیس استفاده بکنیم شما میتونین از این دکمه ها استفاده بکنین که وقتی بالای از این کلیک میکنین براتون ایره سریعا پاک میکنه. و همچنان گزینه بعدیش که فعال میشه ریدو تایپینگ است، یعنی اون چیزی که شما یک اکشن یا عمل عقب رفتین پس دوباره شما رو میتونه که پیش ببره. و مانند از این میمونه که شما اگر یک پله زینه رو بالا میشین میخواین پس دوباره پایین شوین، از اینجا استفاده میکنین. ببینین وقتی که دوباره کلیک میکنین برای ما همون اکشن یا عملی که کرده بودیم را دوباره اضافه میکنه که این در تمام ابزارهایی که شما به کار بگیرین قابل دسترسی از دوستان عزیز. این قسمت را به نام تایتل بار یاد میکنند که ما در این بخش نام سند ما را میبینیم که از او فعلا استفاده میکنیم. وقتی که ما سند خود را ذخیره میکنیم در وقت ذخیره کردن میتونیم که نام های دیگه هم اضافه بکنیم بر روی سند ما، ولی چون ما فعلا یک بار باز کردیم پنجره جدید از برنامه ورد را و میخواییم که روی یک سند جدید کار بکنیم، پس ورد برای ما به شکل خودکاری را به نام داکیومنت سیو کرده، یعنی سند داکیومنت 1 نامگذاری کرده که اسم پیشفرض هم میباشه. و جای بعدی که در این صفحه قرار است براتون به معرفی بگیرم کپشن باتن هست که اینجا در کپشن باتنز مثل سایر برنامه های تحت ویندوز است. این قسمت از 3 بخش عمده و یک گزینه که تنها در بسته آفیس برنامه های بسته آفیس دیده میشه تشکیل شده. این 3 دکمه که شما میبینید دوستان عزیز مثل سایر برنامه های تحت ویندوز است که یکی کلوز باتن هسته، ریستور داون هسته و همچنان مینیمایز باتن هسته که دکمه کلوز صفحه را برای شما بسته میکنه، یعنی برنامه‌ای که روی از کار دارین را براتون بسته میکنه. ریستور داون این گزینه جهت کوچک و بزرگ نمودن پنجره استفاده میشه که اگر روش کلیک بکنیم برای ما پنجره ما را کوچک و یا بزرگ میسازه. دکمه بعدی مینیمایز هسته که برای ما این بخش کوچک میسازه یا پایین میبره می پنجره ما را در قسمت تسکبار ویندوز. اگر ببینید دوستان عزیز ما روی از این کلیک میکنیم برنامه ما میره در تسکبار ویندوز اما به صورت کلی بسته نمیشه. اگر بخوایم روی چندین پروژه یا برنامه کار بکنیم میتونیم که توسط از این دکمه ایره در قسمت تسکبار ویندوز سیو بکنیم. و دکمه بعدی که دکمه فرعی است و در برنامه ورد فعلا هست ایره براتون که به معرفی بگیرم دوستان عزیز. وقتی روی از شما کلیک میکنین 3 گزینه دیگه میاد که اولش اوتو هایت ریبن هسته که برای ما این امیر ریبن را و دیگه کامنت های برنامه را پنهان میکنه. اگر به زبان ساده تر بگویم صفحه را به شکل مکمل فول اسکرین برای ما تبدیل میکنه، یعنی مکمل میسازه صفحه که ما اگر ببینید رویش کلیک بکنیم برای ما میبینیم کامنت ها و ریبن ها را فایل ها را پنهان میکنه، یعنی ما فقط فول اسکرین هستیم که میتونیم روی سند خود بدون از اینکه کامنت ها و یا ابزار را ببینیم کار بکنیم. درست مثلا من می‌نویسم روسات دوباره بالای از کلیک بکنیم شو تبز هسته که تنها برای ما تب ها را نشان میده دوستان عزیز. وقتی که بالای از کلیک میکنیم شما ببینید این بخش را به نام تب ها یاد میکنیم که ما براتون قرار است حالا درباره از اینا هم معلومات بدم. این بخش را به نام تب ها یاد میکنیم. اگر که ایره در روی شو تبز بگذاریم فقط تب ها را به ما نشان میده. و گزینه بعدی شو تابز اند کامنتس هسته که حالت پیشفرض برنامه ورد هم می باشه که اگر بالا از کلیک بکنیم بر ما هر چیزی که در روی صفحه است از قبیل تب ها، ریبن بار، تایتل بار، کپشن باتن، کویک اکسس تول بار تمام اینها را برای ما نشان میده که حالت پیشفرض برنامه هم این می باشه دوستان عزیز. قسمت بعدی که براتون به معرفی میگیرم تب ها هسته. این
بخش را که و براتون رویش ماوس را گرفتیم به نام تب یاد میکنن که این همون منوهایی است که در برنامه آفیس 2003 بود. این بخش ها در برنامه یا ورژن آفیس 2003 به نام منوها یاد میشدن این بخش ها، ولی بعد از اینکه آفیس 2007 این ورژن به بازار عرضه شد، این قسمت به نام تب ها یاد میشه. یعنی ما این قسمت را که نوشته از فایل، هوم، انسرت، دیزاین، لی‌اوت، رفرنسز، میلینگز، ریویو، ویو، پی دیولپمنت، این بخش ها را که رویش ماوس من فعلا قرار داره متوجه هستین دوستان. این بخش را به نام تب ها یاد میکنیم. و قسمت بعدی ریبون بار هست. این بخش را به نام ریبون بار یاد میکنیم در برنامه ورد که این قسمت برنامه تمامی کامنت های برنامه را در خود گنجانیده است. و قسمت بعدی استاتوس بار هست. این قسمت را به نام استاتوس بار یاد میکنن که این قسمت پنجره برنامه ورد نمایانگر مشخصات سند است، مثل تعداد صفحات سند، تعداد حروف و کلمات و همچنان زبان در حال استفاده که اولی پیج 1 of 1 نوشته است. تعداد صفحات را نشان میده. 2 words، دو لغت فعلا نوشته یا دو کلمه نوشته شده که بر ما اینجا یکی از ویژگی های خیلی خوب برنامه ورد هست که برای ما لغت هایی که در سند ما هست را حساب میکنه. یعنی هر کلمه را برای ما حساب میکنه، مخصوصا اگر ما روی مقاله کار میکنیم که برای ما کلمات محدود گفته شده که ما روی ازو کار بکنیم و کلمات ما محدود باشه، مثل 50 کلمه یا هم 100 کلمه. برای ما این بخش میتونه که کلمات را حساب بکنه. بخش بعدی هم خطاها را، اونهایی که ما اشتباه کردیم را برای ما نشان میده و اونا رو درست میسازه. ببینید دوستان، ما نوشته کردیم ورد یک کلمه درست است، اما اگر ما داخلش یک اف اضافه بکنیم یک کلمه اشتباه است. ببینید وقتی که ما اسپیس را میزنیم زیر کلمه خط کشیده میشه، خط سرخ، یعنی این رو نشان میده که کلمه ما اشتباه هست. وقتی میایم روی از این بخش کلیک میکنیم، شما ببینید دوستا که میگه در بخش اسپلینگ شما مشکل دارین، یعنی بخش گرامر و اسپلینگ رو برای ما چک میکنه که گزینه ایگنور نوشته است، یعنی نادیده بگیره همین مشکل را. اگر ما ایگنور بزنیم باز به همین حالت خودش میگذاره و خط سرخ را از زیر کلمه ما دور میسازه. اگر چندین کلمه را اشتباه نوشته باشیم، در بخش اسپلش اشتباه کرده باشیم، باز ایگنور آل بزنیم تمام همین اشتباهات را نادیده میگیره. و یا اگر اد بزنیم، اگر ما یک لغت جدید می نویسیم یا مخصوصا اگر اسم مستعار هسته یا هم اسمای مخفف هسته که ورد اونها رو شناسایی نمیکنه و اشتباه میشماره، اگر ما بخوایم که او را درست بگنجانیم در سند خود، اد اضافه میکنیم و همین لغت را که ما اگر اشتباه هم نوشته کردیم بر ما درست حساب میکنه. اما اینجا ببینید دوستان عزیز، وقتی که ما ورد نوشته کردیم و اف در اخیرش دادیم، بر ما چندین گزینه را آورده از لغت طرز یا لغت های درسته که به می فرم نوشته میشه. ببینید word آورده، words آورده، wordy word، که اگر ما بخوایم به هر کدام از اینا میتونیم همین کلمه خود را تبدیل بکنیم که ما منظور ما ورد است، میخوایم که میبینیم که درست ما یا درست ورد بوده، مخصوصا اگر شما روی چپترها کار بکنین و یا کتاب کار بکنین. پس ما ورد رو میگیم چنج میزنیم، یعنی تبدیل بکنه ورد که اف دادیم ما رو به کلمه درستش که ورد هست. و چنج آل اگر چندین اشتباه داشته باشین، چندین کلمه اشتباه داشته باشین، تمامش رو بر شما تبدیل میکنه که ما چنج میزنیم. ببینید دوستان عزیز، بر ما میگه spelling and grammar check is complete، یعنی شما هیچ مشکل فعلا ندارین، نه در بخش اسپلینگ و هم در گرامر. درست دوستان عزیز، و بخش بعدی در استاتوس بار انگلیش یونایتد استیتس نوشته است که زبان پیشفرض یا زبانی که ما روی ازو کار داریم رو نشان میده که شما با کلیک کردن بالای ازو میتونین که زبان رو هم شما تغییر بدین. و گزینه بعدی که براتون به معرفی میگیرم داکومنت ویو باتن هست. این بخش رو به نام
document view button میگن. این قسمت برنامه نحوه نمایش سند را تعیین میکنه برای ما که شامل 3 بخش است. یکی بخش اولی ریت مود هسته که اگر ما روی ازی کلیک بکنیم چپتر سند هر اون چیزی که ما روی ازو کار داریم رو به شکل کتاب بر ما میاره، یعنی در حالت خواندن است، ما تغییرات روی ازو آورده نمیتونیم. گزینه بعدی که گزینه پیشفرض هم می باشه print layout است که ما روی از این کار داریم و دقیقاً چیزی که قرار است در چاپ بره، قسمی که چاپ شوه هم در اینجا بر ما نشان داده میشه. و همچنان وب لیاوت گزینه بعدیش هسته. گزینه از اسمش پیدا هسته که شکل وب متن را بر ما به نمایش میگذاره. و گزینه بعدی یا قسمت بعدی که براتون به معرفی میگیرم گزینه زوم هسته که میتونین شما درصد نمایش اندازه سندتون را تعیین بکنین که شامل مقدارهای منفی و مثبت میشه. اگر روی منفی کلیک بکنین شما ببینین که سندتون کوچک میشه و اگر روی مثبت کلیک بکنین سندتون بزرگتر میشه. و میایم اولین مینو یا تب که تب فایل هست کار میکنیم که اینجا چیز باقی نمونده در روی تصویر یا صفحه ورد. روی فایل کلیک میکنیم. اولین سویچی که میبینید سویچ برگشت هست به صفحه و اولین کلمه انفو یا اختصار شده انفورمیشن هست، یعنی بخش معلومات که اولین ایره کار میکنیم. اولین چیزی که شما در اینجا مشاهده میکنین دوستان عزیز پروتکت داکیومنت هست، یعنی محافظت کردن سندتون. ببینین در بخش protect document گفته control what types of change people can make to this document. کنترل بکنین که چه قسم تغییرات مردم آورده میتونن بالای از این سند شما، یعنی از اینجا شما میتونین همه چیز را کنترل بکنین. در بخش protect document که کلیک بکنین مارک از فاینال هست اولین گزینش که این گزینه از لحاظ امنیتی کار خاصی نمیکنه و تنها نشان دهنده این است که کار بالای سند تمام شده و تغییرات بالای از اعمال نمیگرده، یعنی تغییرات آورده نمیشه. گزینه بعدی encrypt with password است دوستان عزیز که در صورتی که شما بخواین براتون پاسورد بگذارین روی سندتون که کسی به سندتون دسترسی نداشته باشه، شما میتونین از این گزینه بر روی سندتون یک رمز یا پاسورد بگذارین. گزینه بعدی restrict editing است که این گزینه به شکل مفصل در منوی ریویو توضیح داده میشه دوستان عزیز. و restrict access هم این گزینه جهت اجازه دادن دسترسی برای دیگه کاربران استفاده میشه. اگر که شما لپتاپ یا کامپیوترتان شریکی هست در خانه و یا در محل کارتان با همکارانتان، شما از اینجا میتونین حدود بسازین دسترسی کسانی که قرار سندتون را باز بکنن یا سندتون را ببینن که سایر امی کاربرانی کسانی که شاید به سندتون دسترسی پیدا بکنن قادر به حذف و ارائه و کاپی سندتون را می باشن. و همچنان قابل ذکر از دوستان عزیز بر استفاده از این گزینه باید IRM بر روی سیستم شما راه اندازی شده باشه. گزینه بعدی Add a Digital Signature هست. با استفاده از این گزینه شما میتونین امضای دیجیتالی را بر روی سندتون اضافه بکنین. و برای درس اول فکر کنم کافی هست. به خاطر از اینکه درس‌های بعدی را از دست ندین چنل را سابسکرایب بکنین. منتظرتان هستم در ویدیوهای بعدی.